سلام دخترا، نحوه شونه کشی فر رترو خیلی تو ظاهرش تاثیر داره. بیا بهت نشون بدم. این دو لایه با سایز 25 رترو شدن. بریم شونه‌شون بکشیم. هر دوشون به یک میزان تافت خوردن. اولی رو باز میکنم، شونه رو میذارم و تا پایین میکشم. برای محکم کاری همونطور که میدونید زیر هر لایه رو پوش میدم. ظاهرش رو ببینید. خب بریم سراغ بعدی. برای بعدی شونه رو میذارم، دستم رو محکم بالاش نگه میدارم و شونه میکشم. این کار رو تا پایین ادامه میدم. برای اینکه شرایطشون یکسان باشه زیر این یکی رو هم پوش میدم. حالا میتونید تفاوتشون رو ببینید. فر هر دو از یه جایی شروع شده. برای دومی هم شکسته تر و هم فراز و فرودهاش بیشتره. قدش هم کوتاه‌تره. امیدوارم این آموزش رو دوست داشته باشید.